40 ثانیه 1 دقیقه بود که آقا راجع علی کریمی صحبتی می‌کرد و اینجوری بود که کل پادکست رو مثلا داشتن نقد می‌کردن. کل پادکست که چی کل 360 کل 360 خود من هم کامل ندیدم ولی مثلا به جای 1 دقیقه 3 دقیقه شو دیدم. اینجوری بود که مثلا 3 نفر داشتن میگفتن نه، 1 نفر میگه آره و میگفتن 3 نفری. اینجوری شد تیم منتخب باید انتخاب می‌کردیم. علی کریمی تو تیم منتخب ما 3 تا بود، فقط 1 نفر نبود، پویان، و بعد ما 3 نفری ریختیم سر اون که آقا مگه میشه علی کریمی نباشه تو تیم منتخب؟ بعد از چند ماه، آره بعد 15 ماه، یهو بعد 15 ماه چند تا برش مختلف، چند تا ادیت مختلف ازش همزمان میاد بیرون، روی اکانت‌های منتشر میشه که بی توجه به اصل موضوع هدفشون رو گذاشتن واقعا فشار آوردن رو عادل. خب این فشار خیلی چیزی هم هست، فشار خیلی بزدلانه هم به نظرم هست، چون تو خلاصه ترین حالتش، این خلاصه ترین ادیتش اونیه که فقط صحبت پویانه. خب که مثلا زیر چه میدونم 30 ثانیه است صحبت پویانه، شما از اون 30 ثانیه 1 ثانیه بیشتر گوش بدید مثلا همین. من کامل ندیدم اون برنامه، ولی اصلا اسم شروع صحبت اینجوری بود که چون علی کریمی تیم هممون هست عبور کنیم که مثلا تو تیم اینو گفت. ایواتسش این بود که تو تیم هممون هست، بعد پویان گفت نیست. اینقدر این که تو تیمش نیست برامون عجیب بود که رفت نقدمون رفت سمت اینکه یه ذره دوستانه تمسخرم می‌کنیم، اونم رفتیم سمت اصلا مسخره کردن اینکه تو چجوری تیم بستی بدون علی کریمی. من داشتم فکر می‌کردم یه جایی که اگه هوادارهای علی کریمی بخوان دفاع کنن، واقعا مثلا یه نفر اون رو گفته بود می‌خواستن دفاع کنن، بعد همین جمله‌ای رضا رو میگفتن که به جاشون اونجا گفته بود، یعنی بهترین دفاعی که میشد کرد، بهترین مقابله‌ای که میشد کرده بود. فرداش توی کامنتام 500 600 تا کامنت اومد علیه پویان عسگری و پویان جنبه داره تو این قضیه. پویان میگه من چون تند حرف میزنم جنبه‌ش هم دارم تند بشنوم. علی کریمی هست خب که مشخصا همه احتمالاً داریم. من علی کریمی تو تیمم ندارم. مثلا مگه اینکه پرتکاری کرده باشی باهاش، یعنی یه جایی مثلا تو پمپ بنزین جایی دعوا شده باشه. علی کریمی الان میگم، من میگم غیر از اون بازی جام ملت آسیایی که ما کره جنوبی رو 4-3 بردیم که علی کریمی هتریک کرد، اون تورنمنت اون بازی حالا مشخصا و حالا خب اون تورنمنت، غیر از اون علی کریمی با مقدماتی 2002 نرفتیم جام جهانی که اون 2 تا توپی که جلوی شیگیبن خراب کرد، یا اون لگدی که به ساک ورزشی میزنه بعد از تعویضش جلوی پرتغال. من میخوام بگم علی کریمی غیر از اون موقعیت خاص، یعنی اون بازی 4-3 که هتریک میکنه یا به قول خودمون تورنمنت، بازی 98 بازی 98 علی کریمی هنوز نشده بود، ولی علی کریمی اصلا فینال بازی کردی، داشت پیستون چپ بازی میکرد، موهاش هم کوتاه بود، شماره‌ش هم 17 بود، اینجوری هم بود. ولی من میگم غیر از اون، یعنی غیر از اون جام ملت آسیا 2004 واقعا نه در جام جهانی نه در مقدماتی جام جهانی علی کریمی به تیم ملی به این معنا که کمک بکنه، یک مانع بزرگ پشت سر بذاره، هیچ وقت کمک نکرده. به نظرم به لحاظ مهارت تکنیکی بهترین حتما، و علی کریمی گفتیم اصلا تو شروعش تیم عامل قهرمانی بانکو که درخشان تو مسیر مقدماتی جام جهانی 2002 و علی کریمی اگه اینا رو نداشت بغل علی وای میستاد. خب با این پوان منفی ها میشه 19.5